های مسئله گوش خوردن و این برنامه هاست که واقعا نمیشه که شما گوشت آدم میخوردیم حسنشون که شغل قلیل تا حد کمال همین وقتی خوردن خود و گوشت کجا منتقل شده تو میگن اینا تمام حرکات تمام قدیمایی بود که قرآن معروف از اسرائیل منجا گرفته بودیم و اینا نه جایی نمی کنن الان برای ماها اگه یه یهودی بود شما خودشو می‌خوردید؟ نه اگه یه مسلمان ریش تراشیده بود و یه مسلمان زواجیشه حزب‌اللهی کدوم انتخاب می‌کردید؟ معمولا مسلمان زواجیشه حزب‌اللهی انتخاب حیوان تو چه باید چه کنی؟ اینجوری واسه تو خطشو جواب سوال بسید تو آقا تو چی بودونه باید تو ساختن چی دادن به خودت تو چی رو تو چی آخه تو چی خوشحال میگم من که بودن باید میگه تو چی این میدی تو از ایرون بارا شما بری